کردیم چون از پای استفاده میبریم هنگام حرکت کردن و بدون پا چند دقیقه برای من تماما یک دنیای دیگر را کشد. در ظرف همین چند دقیقه که من با این عربه معیوبی حرکت کردم، این دشواری رو در جسم و در موشک ها و در بدن و در تمام وجودم احساس کردم. در جاده نقلیاتگرد حرکت کردن چندان دشواری ندارد، اما از جاده نقلیاتگرد با بلندی 20 سانتی متر یعنی که 15 سانتی متر برآمدن در ایستگاه ها و در جاده های پیاده‌گرد خیلی دشوار است. به کمک یگان راهگذر، به کمک یگان انسانی خیرخواه اصلا نمی‌شود این کار را انجام داد. از بس که لیفت کار نمی‌کرد من مجبور شدم با این راه زیرزمینی پایین فرایم هرچند زینه پایه ها نیستند و کس گمان میکند که با عربچه معیوبی کس راحت این راه را میتواند عبور کند، اما در اصل این خیلی نیست. من میگویم که عربچه خرد است و برابری حس شدن یک فراز، یک بلندی این عربچه میتواند چپه شود. چند بار ریسک چپه شدن پیدا شد و اگر من چپه میشدم شاید سرم را میزدم. هست بین آدم ها نفرانی که آمادند کمک بکنند، آمادند بردارند، یاردم برسانند، اما باز هم میگویم که نه همه وقت این گونه آدم ها را میتوان واخورد. مثلا شب ضرورتی اگر پیدا شود، در شب جاده ها خالی اند، پیاده‌گرد ها کمند، آدمان کمند. میدونید در این استکاده که ما به زیرزمین در آمدیم، در قیاس با بلندی نشیبی خوفناکتر بود به نظر من. بلندی هم خوف داشت، عربه میتوانست به قسم عقب چپه شود، اما این چی بگویم دستک هایی که در دو طرف جاده زده شدن، این دستک ها کمک میکنند واقعا. تمام منصبدارانی رو که مسئله معیوبان بر دوش آنها است باید در همین عربچه شینانند و خواهش کنند که لااقل برای 1 ساعت از یک نقطه به نقطه دیگر بروند. فکر میکنم که آنها همش رو خودشان درک میکنند، چنانه که من امروز درک کردم. امروز من با تمام وجودم، حتی با پوستم درک کردم که چقدر دشوار است. پوستم آسیب دید، روحم آسیب دید. بعد از این مناسبت شما با نفرانی که با عربچه میگذرند ده چند احترامشان داشتم، دلم براشون میسوخت. باز 10 برابر دیگر این سوختن هایم اوج گرفت و احترامم باز چندین مراتب دیگر زیاد شد نسبتشون. آفرینشون. در این شهری که ما خیال میکنیم همه چیز آسان است، همه شرایط هست، نه، من امروز حس کردم که برای آدمان احتیاجی مخصوص داشته خیلی چیزها نمیرسند، گذرگاه های خاص نمیرسند، گذرگاه های مخصوصی نمیرسند که آنها باید راه را عبور کنند. میدونید در همین عربه معیوبی من حس کردم که 5 سانتی متر بلندی میتواند نقش ببازد برای زنده ماندن و مردن آدم. زیرا میدونید این عربچه چپه می شود، انسان میتواند بیفتد، سرش ضرب بخورد و حتی به مرگ برسد.